خودروی تارا در 2 تایپ گیربکس دنده دستی و اتومات وارد بازار کشور شد که در هر دو موردش به دلیل دارا بودن پدال و دریچه گاز برقی و اینکه اومدن این خودرو رو امتیاز یورو 5 بگیرند، خودرو ناچارن محدود شده و اون عملکرد لازم و بهینه در خودرو دیده نمیشه. ما با کار اصلاح نرم افزاری تأخیرات مربوط به پدال و دریچه این خودرو رو اصلاح میکنیم، واکنش پذیری پدال گاز بهتر میشه و در نتیجه شتابگیری اولیه خودرو و اون مکس شروع حرکت اولیه و در بین تعویض دنده ها از بین میره.